یک روز یک کافر در زندان آمد پیش من، یک انگلیس آمد، من میگه که ما شما را زیاد قدردانی میکنیم، شما یکی از یار پروفسور آف افغانستان. برای ما گفته شده که شما یکی از پروفسورهای افغانستان هستین، استادای افغانستان هستین و شخصیت های افغانستان هستین. زیادی گپا را گفت. خب من گفتم اوکی تانک یو. من گفتم خیلی من اگر بردوی ما گفتم تو از انگلستان اینجا آمدی، چقدر خوب آدم هستی، ما میخوایم که یک کار بر تو بکنیم. تو تا اینجا آمدی قدر بر ما زحمت میکشی، در داخل زندان آمدی، مرا پرسان میکنی که صحتت چطور است و مشکل نداری و دوا برات میرسه و چطور است، چرا گفتم پرسان میکنی. خیلی ما یک گپ دوستانه برات بگیم قبول میکنی؟ گفت قبول کن. من گفتم کل کتابا رو خواندی، می قرآن از این مشوارم که یک دفعه بخوان، همین قرآن یک دفعه بخوان میشه که مسلمان شوی. گفتم میفهمی بین ما و شما چی فرق است؟ ما تو سایل داشت بسیار تو جدی چیز شد، خیز دو دسته برای من قول داد. اول بسیار آنم تو در چوکی شیشتا بودی قسمی دیگه میکرد، پس آن که من برش شروع کردم خیز دو دسته ستا شد قول داد. من گفتم میفهمی که what is the difference between we and you؟ گفتم فرق بین ما و شما چی است؟ گفت چی است؟ من گفتم شما شبهای تاریک صبح میکنین به خاطر ازی که ما را نابود کنین، ما را بکشین، وطن ما را خراب کنین، سرزمین ما را خراب کنین، اولادای ما را آسیب برسانین. و هم میفهمین که ما شب تا به صبح چی کار میکنیم؟ گفت نه نمیفهمیم. گفتیم ما اگر در زیر خانه هم باشیم، در هر جای باشیم، شب تا به صبح فکر میکنیم که چه قسم شما را همراه خود یک جای به جنت الله ببریم. ما میخواهیم که سعادت دنیا و آخرت پیدا بکنیم. ما اینمی قسم هستیم.